کنسرت مشترک میر مفتون و آریانا سعید در تاجیکستان و استقبال گرم مردم تاجیک از کار این دو هنرمند. این کنسرت در کدام تاریخ برگزار خواهد شد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. میر مفتون هنرمند دلها، سلطان صدای محلی بدخشان، یکی از سابقه‌دارترین هنرمندان کشور ماست. میر مفتون دارای سبک و هنر خاص در موسیقی افغانستان است و پیروان سبک موسیقی وی خیلی زیاد است. میر مفتون برای 3 بار داور برنامه رقابتی ستاره افغان بود، از جمله یکی از دوستان خوب آریانا سعید نیز می باشد. میر مفتون اکنون در کشور تاجیکستان است. وی در تمامی حوزه‌های فارسی زبان دارای علاقمندان فراوان خود است. مردم تاجیکستان اما خواستار اجرای کنسرت و ثبت آهنگ‌های دوگانه با آقای میر مفتون هستند. قراره که میدانید این روزها بازار کنسرت‌ها برای تمامی هنرمندان داغ است. میر مفتون و آریانا سعید به درخواست همدیگر خواستند کنسرت مشترک برای تجلیل از سال نو میلادی در کشور تاجیکستان برگزار کند. این کنسرت از طرف تمامی علاقمندانشان حمایت شده است. این همه در حالی است که آریانا سعید خواسته برای مدت زیادی برای ثبت برنامه‌های موسیقی خود در تاجیکستان زندگی کند و همکاری‌های فراوان با مردم تاجیکستان داشته باشد و قرار است آهنگ دوگانه‌ای با شبنم ثریا برگزار کند. این کنسرت مشترک میر مفتون و آریانا سعید تابو شکنی در صنعت موسیقی افغانستان است. تنها برگزاری این کنسرت از طرف افغان‌ها بلکه از طرف تاجیکی‌ها نیز حمایت فراوان شده است. ما آرزوی موفقیت و طول عمر سلامتی برای تمامی افغان‌های عزیز ما داریم، به خصوص برای میر مفتون و آریانا سعید. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.